خب سلام. من ممکن خیلی قطع کنم چون که رونیکا میره و میاد. شکلات سفارش دادم، شکلات دبی چاکلت. رونیکا نیفتی که همه جا پر شده. تازه من تیک تاک ندارم، تو اینستاگرام آمده بودم. وای خیلی حیفش هیجان انگیزه. بعد من اینو از آمازون سفارش دادم. فکر کنین 25 دلار خود شکلات بود، 19 دلار پول شیپینگ بود، بعد دوباره یه 25 دلار نه 23 دلار هم کاستوم نمیدونم چی وقتی که یو پی اس دلیوری کرد اینو من دادم 50 خورده ای به بالا شدش. این فقط پولش آمد. از توش نمیدونم چند تاست، یه دونه است یا دوتا. حالا این پکیجینگش نگاه کنید. من هر از گاهی حواسم به اون برم هست چون این دخترم میره هی سمت این چراغا. بازش کنیم ببینیم که این چیه که اینقدر همه سفارش میدن، بعد یه جوری با یه هیجان خاصی هم میخورن و اینا. بعد بازش کنیم. بیا این تو با این بازی کن. بیا برو با این بازی کن، تو پوستشو بگیر. تند باز کنیم که من بتونم این ویدیو رو بگیرم چون چیه؟ وای برام پوست قهوه عربی فرستادن. 15 دلارم گیفت کارت آمازون برام فرستادن. باز حالا یه بخشش در اومد. بعد پکش این شکلی توی این گذاشتن. بعد این شکلات هست که هنوز یعنی من تو گذاشتم توی یخچال خونه که اینم پک یخه چون از دبی اومد برام. اینم خوبه برای چیزایی که شخصی مثلا. خب بازش کنیم ببینیم که من نمیدونم. من خیلی شکلات دوست دارم. اهل شکلات سفید نیستم چون کلا شیر و خامه و این داستانا دوست ندارم، ولی مثلا کنافه و پسته و حالا شکلات با طعم خود شکلات، قهوه، هر چی خیلی دوست دارم. من توی یخچال گذاشتم هنوز خنکه. اونه که من توی چیز دیدم انگار که یه ذره نرم باشه از بیرون. ببینه دا 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 دا. بوی شکلات میده که خب باید بده. بعد مجبورم یه بار دیگه بخورم چون هنوز طعم خاصی که مثلا بگم وای واو بود نه هنوز، یعنی نه. بد نیست ولی ارزش 50 دلار بدی از دبی بیاد بگم یه با یه طعم خاصی نه نیست. خداییش نیست. اینجوری مردم گاز میزنن میگم وای فلان اینا نه نیست. این بافتشه. دخترم هم داره میاد که ببینه چیه. نکن رونیکا بیا 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 بیا. اینم رونیکا چشش که نمیتونه بخوره. پس دیدین بافتشو. بیا برو
این بافتشه توش پر از این کنافه های انگار که مثلا سرخش کرده باشن برشته شده، از اوناست. طعم پسته هم حس میشه، ولی به خدا اصلا اون چیزی که توی تیک تاک با هیجان و یا مثلا تو اینستاگرام من دیدم نیست. اگر کانادا هستین ارزش نداره سفارش بدین $50. حالا من جام چایی بریزم بخورم، نه خیلی شیرشم. خلاصه اینم از شکلات کانافه دبی چاکلت که میگن. این بود، چیز خاصی نبوده نظر من. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.